ماده 18 حق انتفاع از اشیای غیر منقول مثل حق عمرا، حق سکنا و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجرا و دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلیت و امثال آن تابع اموال غیر منقول است. ماده 18 داره در مورد یک سری حقوق و دعاوی صحبت میکنه که این حقوق و دعاوی موضوعشون اگه مال غیر منقول باشه در واقع غیر منقول تبعی بهشون میگیم. در غیر منقول تبعی خبری از یک مال مادی نیستش، یعنی مثل غیر منقول به واسطه انسان یا غیر منقول در واقع غیر منقول ذاتی یا غیر منقول حکمی که یک مال مادی و معینی و قابل لمسی بود، در اینجا در واقع خبری از مال مادی نیست و یک نوع مال غیر مادی هستش، در عالم ذهن هستش. گفتیم که در ماده 18 در مورد یک سری از حقوق و دعاوی صحبت شده که در حکم مال غیر منقول تبعی هستش. غیر منقول تبعی به دو دسته تقسیم میشه، یک حقوق و دعاوی. و بریم اگه سراغ حقوق، در واقع این حقوق به دو دسته باز تقسیم میشه، یکیش عینی هستش و دومی دینی هستش. در ماده 18 به دو تا از این حقوق عینی اشاره کرده، یکیش مثلا حق انتفاع هستش و دومی حق ارتفاق هستش. در حق انتفاع یعنی شخص میگه که تو میتونی از منافع در واقع ملکی که مال خودت نیست استفاده کنی، که این حق انتفاع به سه صورته، یا عمرا هستش یا رقبا هستش یا سکنا هستش. در عمرا شخص میگه که تو میتونی از منافع ملک من استفاده کنی تا زمانی که من زنده هستم یا منتفع شخص مقابل زنده هست یا شخص ثالثی، مثلا تا زمانی که پسر من زنده هست تو میتونی از منافع میوه‌های ملک من استفاده لازم رو ببری. و در واقع در حق رقبا مدت زمان استفاده از منافع در واقع مشخص میشه، میگه به مدت 1 سال تو میتونی از منافع ملک من استفاده کنی. یا و حق سکنا هم در واقع حقی هستش که مربوط به سکونت در ملکی هستش و به دو صورت رقبا و عمرا هستش، یا به صورت اینکه مدت زمان مشخص میشه به مدت 1 سال، یا میگه تا زمانی که من زنده هستم تو میتونی در ملک من سکونت داشته باشی. ببینید در اینجا موضوع ما در این حق‌هایی که به شما گفتم، عمرا، سکنا و رقبا، در واقع موضوع اصلی یک مال غیر منقول هستش، یا که یا زمین یا ملکی هستش که به واسطه همین قانونگذار بهش میگه غیر منقول تبعی و این رو در ماده 18 آورده. حق ارتفاع، حق در واقع ارتفاع حقی هستش که برای یک شخصی به دنبال ملک مجاور ایجاد بکنه که به دو صورت حق العبور یا حق المجرا هستش. در حق العبور شخص میخواد اگه بخواد در واقع برسه به یک خیابونی، باید از محوطه یک ملکی که در واقع در مجاور اون خیابون قرار داره عبور کنه. قانونگذار این حق رو داده که از اون محوطه ملکی کنار خیابون عبور کنه تا در واقع به اون خیابون برسه. اگر توجه کنید هیچ راه دیگه ای نباشه، در واقع قانون این حق رو به اون شخص داده که بهش میگه حق العبور. در مورد حق المجرا مثلا اگه دو تا ملکی در کنار هم قرار داشته باشن، یک شخصی بخواد یک لوله کشی آبی رو مثلا برسونه به ملک خودش، باید اون لوله آب رو از در واقع ملکی که در همسایگیش قرار داره عبور بده تا اون لوله کشی آب به ملک خودش برسه و این حق رو هم بهش میگه حق المجرا. توجه کنید که در واقع حق المجرا یا حق العبور موضوع اصلیشون یک مال غیر منقوله، یا زمین هستش که در واقع یا شخصی عبور کنه از اون، یا یک لوله حالا آب یا لوله فاضلابی از اون عبور کنه. و همین دلیل هم هستش که به این حق ارتفاق میگیم غیر منقول در واقع تبعی. حقای دیگه ای که قانونگذار در واقع در ماده بهش اشاره نکرده ولی باز هم هستن، مثل حق شفه و حق تهجیر هستش. ببینید در حق شفه مثلا یک ملکی هست که دو تا شریک داره، شریک به مثلا ملک خودش رو به یک شخص به قیمت 1 میلیارد تومان فروش میرسونه. شریک الف یا شریک اول میتونه
اون 1 میلیارد رو بده خودش به اون مشتری بده و کل ملک رو به تملک خودش در بیاره. اما لازمه این که اون شخص در واقع این حق بهش داده بشه این هستش که موضوع مال یک مال غیر معقول و در واقع زمین یا ملک باشه و گفتیم که اگر حقی در واقع موضوعش یک مال غیر معقول و در واقع موضوع مال اگه یک مال غیر معقول باشه مثل زمین یا ملک باشه اون حق بهش میگیم غیر معقول تبعی. حق تهجیر هم اگه بخوام بهتون یه اشاره کوچیک کنیم مثلا مثل دیوارچینی‌های دور زمین. ببینید زمین چیه؟ یک مال غیر معقوله، پس این حق هم جزء در واقع حقی هستش که محسوب میشه به غیر معقول تبعی. این حقا که براتون توضیحاتش رو دادم میخواستیم بگیم که در واقع موضوع اصلی این حقها زمین هستش و این حق انتفاع، حق ارتفاق، حق شبهه یا حق تهجیر و حقهای این چنینی که موضوعشون یک مال غیر منقول هست هم در واقع این حقها غیر منقول تبعی محسوب میشه. در مورد حقوق دینی اگه بخوام بهتون توضیح بدیم، در ماده 20 قانون‌گذار گفته که تمامی دیون از حیث صلاحیت محاکم منقول محسوب میشن، اما به 4 شرط. شرط اول این که دینی که راجع به خسارت وارد شده به اموال غیر منقول باشه. مثلا یک شخصی به یک مال غیر منقول شخص دیگه، مثلا ملک شخص دیگه خسارت وارد کرده، این دینی که شخص بابت پرداخت اون خسارت وارده داره در واقع غیر منقول محسوب میشه، غیر منقول تبعی محسوب میشه. مورد دوم این که تعهد به انتقال مال غیر منقول. مثلا شخص الف تعهد میکنه که مثلا ملک خودش رو، مالکیت ملک خودش رو به شخص ب انتقال بده. در اینجا این تعهدی که شخص الف میکنه در واقع غیر منقول تبعی محسوب میشه. یا مورد سوم این که تعهد به تسلیم مال غیر منقول. مثلا یه نفر ملک خودش رو فروخته یا اجاره داده، این شخص الف مثلا اگه مالک باشه به شخص به تعهد به در واقع تسلیمی رو داره، یعنی ملکش رو فروخته باید اون ملک رو در واقع تسلیم اون شخص بکنه، یا ملکش رو اجاره داده باید اون ملک رو تسلیم مستاجر کنه. مورد چهارم هم در واقع تعهد به پرداخت اجرت مثل مال غیر معقول هستش. ببینید یعنی چی؟ یک شخصی در یک ملک که در واقع مالک اون شخص دیگری هست به صورت غاصبانه تملکش داره، به صورت غاصبانه در اون ملک در واقع سکونت داره. این شخص مالک در واقع میاد چیکار میکنه؟ میاد از طریق دعوای خلعیت شخص رو از ملک خودش بیرون میندازه. حالا این شخصی که به صورت غاصبانه در ملک اون در واقع شخص مالک در واقع سکونت داشته باید پرداخت ایامی که به صورت غاصبانه در ملک اون شخص سکونت داشته رو پرداخت کنه. این حق یعنی موقع این تعهدی که شخص غاصب باید پرداخت کنه در واقع غیر معقول تبعی هستش. در مورد این دین ها و در واقع دین و تعهداتی که براتون مثال زدم، این دین و تعهدات موضوع مهمی که در مورد اینا هست این که دادگاه ساله برای اقامه دعوای این نوع اموال غیر معقول تبعی کجا هستش. ببینید دادگاه ساله برای این نوع دین و تعهدات در واقع محلی هستش که مال غیر معقول در اونجا وجود داره. در مورد دادگاه ساله در واقع اجرت مثل مال غیر معقول، دادگاه ساله که گفتیم مثلا محلی هستش که مال غیر معقول در اونجا وجود داره. دیوان عالی کشور هم در واقع آرای خودش بین اجرت مثل و اجاره بها یک تفاوتی رو ایجاد کرده. مثلا گفته که
مال الاجاره یا اجاره بها به دلیل اینکه یک قراردادی از پیش تعیین شده است و بر ذمه شخص است، موردی نداره که در واقع طرح دعوا در دادگاه محلی باشه که مال غیر معقول در اونجا وجود نداره. در مورد اجرت المثل به دلیل اینکه در واقع یک قرارداد از پیش تعیین شده ای نیست، لزومی نداره. یک قرارداد از پیش تعیین شده ای نیست، باید طرح دعوا در دادگاه محلی باشه که مال غیر معقول در اونجا وجود داره. حالا اگه مثلا اون شخص غاصب بیاد طبق یک تعهدی، یک قراردادی، اون اجرت المثل رو به صورت قرارداد اگه بخواد پرداخت کنه و بعد از مدتی که در واقع تعیین کردن باز هم در واقع اون اجرت المثل رو طبق اون قراردادی که بستن پرداخت نکرد، دیگه اینجا در واقع دعوایی که در واقع هستش مربوط به غیر معقول تبعی نمیشه. دعوایی که هست مثل مال الاجاره و اجاره بها، چون یک قراردادی هستش، در اینجا هم چون اجرت المثل به صورت قراردادی قرار بوده که پرداخت بشه، در واقع این اجرت المثل میره شامل ماده 20 میشه و مال منقول محسوب میشه. اموال غیر منقول تبعی که گفتیم بهتون به دو دسته حقوق و دعاوی تقسیم میشه. در مورد حقوق هم بهتون گفتیم که به عینی و دینی هست که توضیحاتش رو به شما دادیم. بریم سراغ دعاوی مربوط به اموال غیر منقول تبعی. دعاوی مربوط به اموال غیر منقول تبعی یعنی چی؟ ببینید یک سری دعاوی هستن که به واسطه غیر منقول بودن موضوع مال، اون دعاوی غیر منقول تبعی محسوب میشه. حالا یعنی چی؟ مثلا در ماده 18 قانون مدنی قانونگذار اشاره کرده به دعوای خلیت، اما کلیه این دعاوی به همین دعوای خلیت در واقع پایان پیدا نمیکنه. مثلا در ماده 12 آیین دادرسی مدنی قانونگذار گفته که دعاوی مربوط به مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق یا تصرف عدوانی هم شامل این دعاوی در واقع میشه. در مورد قبل اینکه بریم سراغ این دعاوی، توضیح این دعاوی، در واقع موضوع مهمش اینه که این دعاوی در واقع در محلی در موردشون اقامه دعوا میشه که در واقع اون مال غیر منقول در اونجا قرار داره. فرقی هم نمیکنه که حالا خوانده مقیم اون محل باشه یا نباشه. حالا دعاوی در واقع مالکیت که موضوعش معلومه در مورد چی. در مورد مزاحمت اگه بخوام بهتون یک به صورت خلاصه توضیح بدم، یعنی اینکه شخصی در ملکی در واقع تصرف داره و یک شخص دیگری باعث ایجاد مزاحمت در تصرف اون شخص شده. به این میگن دعاوی مزاحمت، که اگر این دعاوی این مزاحمت به صورتی باشه که هنوز در واقع اون ملک غیر منقول در تصرف خواهان باشه، در این صورت هستش که در واقع اون خواهان میتونه دعوای مزاحمت رو اقامه کنه. در مورد ممانعت از حق، یعنی اینکه اگر کسی که اجازه نده شخصی که در مال غیر منقولش تصرف داره مانع تصرف اون شخص بشه، یعنی مانع نفع بردن اون شخص بشه نسبت به اون تصرفی که در اون مال غیر منقول داره. به این میگن ممانعت از حق، یعنی اون شخص مزاحم که باعث مانع شده که در واقع اون شخص از منافع ملک خودش نفع ببره، مرتکب ممانعت از حق شده. یا تصرف عدوانی. ببینید تصرف عدوانی هم به این صورت است که شخصی یا کسی بدون اجازه یا اذن مالک در ملک در واقع اون مالک سکونت داشته باشه، بدون اجازه مالک در ملک اون شخص سکونت داشته باشه، مرتکب در واقع تصرف عدوانی شده. در دعوای
که در ماده 18 قانون مدنی بهش اشاره شده در مورد دعوای خلعیت هستش که آخرین موضوعی که هست باید بهش اشاره کنیم. در مورد دعوای خلعیت باید بگیم که مثلا رفع تصرف از متصرفی که در واقع بر یک مال غیر منقول بدون اجازه مالک تصرف داره، که در واقع اون مالک یا از طریق حکم دادگاه یا سند رسمی یا حکم قانون در واقع اون شخص متصرف رو در واقع از ملک خودش بیرون میکنه. به این دعاوی هم میگن دعاوی مربوط به خلعیت. پس به صورت خلاصه اگه بخوایم جمع کنیم، دعاوی که موضوعشون یک مال غیر منقول باشه مثل دعاوی که در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18 مثل دعاوی خلعیت بهش اشاره شده غیر منقول تبعی هستند. در مورد حقوقی هم که حقوق عینی و دینی بود، گفتی که حقوقی ها عینی ها مثل حق انتفاع، حق ارتفاق و حق شفا، حق ترشیح و حق های این چنینی که موضوعشون یک مال غیر منقول هستش، اون حق هم در واقع غیر منقول محسوب میشه. دینی ها هم گفتیم شامل تعهداتی هستن که نسبت به مال غیر منقول هستش و اون در واقع تعهدات هم در مورد مال غیر منقول تبعی محسوب میشه. و نکته‌ای که هست اینه که محل طرح دعوا در محلی هستش که در اونجا اون مال غیر منقول، اون زمین یا ملک در اونجا قرار داره. هر سوالی داریدم برام حتما زیر این پست کامنت بذارید.